سرخط خبرها: هشدار اسرائیل به آمریکا، احتمالاً علیه ایران به صورت مستقل اقدام می‌کنیم. تحلیل شگفتانه‌های موشکی ایران همزمان با حضور فرمانده سنتکام. و لاوروف: راه حل دیپلماتیک برای پرونده ایران ضروری است. سلام، به خبرنگار خوش آمدید. مقام‌های امنیتی اسرائیل به مقامات آمریکایی هشدار دادند که برنامه موشک‌های بالستیک ایران تهدیدی موجودیتی برای این رژیم است و در صورت لزوم تل‌آویو آماده اقدام مستقل علیه تهران است. رسانه عبری جروزالم پست نوشت: مقام‌های اسرائیلی در هفته‌های گذشته در مکاتبات سطح بالا نیت خود برای خنثی کردن توان موشکی و زیرساخت‌های تولیدی ایران را بیان کردند. آنها همچنین برنامه‌های عملیاتی برای تضعیف برنامه موشکی ایران ارائه کردند که شامل حمله به مراکز اصلی تولید و توسعه موشک‌ها می‌شود. یکی از منابع امنیتی اسرائیل گفته است: ما به آمریکایی‌ها اطلاع داده‌ایم که در صورت عبور ایران از خط قرمز تعیین شده به صورت مستقل وارد عمل خواهیم شد. هنوز ایران به آن آستانه نرسیده، اما تحولات در داخل این کشور به دقت رصد می‌شود. مسئولان اسرائیلی بر این نکته تاکید کردند که تل‌آویو حق اقدام مستقل دارد و اجازه نخواهد داد ایران سیستم‌های استراتژیک خود را به گونه‌ای بازسازی کند که امنیت و موجودیت اسرائیل را تهدید کند. آنها وضعیت کنونی را فرصتی تاریخی برای ضربه زدن به زیرساخت‌های موشکی ایران و خنثی‌سازی تهدیدات فعال علیه اسرائیل و کشورهای همسایه توصیف کردند. انتظار می‌رود در سفر آینده بنیامین نتانیاهو به واشنگتن، فرمانده نیروی هوایی اسرائیل وی را همراهی کند تا آخرین برنامه‌ها و تهدیدات احتمالی مورد بررسی قرار گیرد. سرتیپ الیاس فرهاد، تحلیلگر امنیتی و استراتژیک، گفت: امروز میتوان درباره افزایش احتمال نفوذ تعداد بیشتری از موشک‌ها از سوی ایران صحبت کرد، به ویژه پس از رونمایی از موشک خرمشهر 4 و یک نکته بسیار مهم سرعت بالای آن است. 16 ماخ یعنی 16 برابر سرعت صوت. این سرعت از نظر فیزیکی به گونه‌ای است که موشک هیتس که برای مقابله با موشک‌های بالستیک طراحی شده نتواند به آن برسد و آن را رهگیری کند. این همان شگفتانه است که ایرانی‌ها در واکنش به حضور فرمانده سنتکام ژنرال کوپر رو کردند. رئیس برنامه ایران در مؤسسه اسرائیلی INSS گفت که ایران به دنبال رویارویی نظامی با آمریکا نیست، اما حتی در صورت احتمال جنگ بر سر خطوط قرمز خود ایستادگی خواهد کرد. رازمیت امروز در مصاحبه‌ای رادیویی گفت که بعید می‌داند ایران از زرادخانه موشک‌های بالستیک خود دست بکشد و استدلال کرد که زیرا آن را بازدارندگی و مانعی در برابر تضمین‌های غیرقابل اعتماد ایالات متحده می‌دانند. به گزارش روزنامه اسرائیلی تایمز اسرائیل، او ضمن بیان اینکه ایران به دنبال رویارویی نظامی با آمریکا نیست افزود: اما سوال کلیدی اینجا است که تهران برای جلوگیری از درگیری حاضر به دادن چه امتیازاتی است. این کارشناس اسرائیلی در پاسخ به سوال خود گفت که ایران خطوط قرمز مشخصی دارد که موشک‌ها در مرکز آن هستند. او به بی‌اعتمادی مقامات ایران به آمریکا اشاره کرد و گفت: این تفکر در بین آنها وجود دارد که امتیازدهی در حوزه هسته‌ای و موشکی باعث آسیب‌پذیری می‌شود که می‌تواند در عرض چند هفته یا چند ماه مورد سوء استفاده آمریکا قرار گیرد. زمیت افزود برای ایران حتی ریسک یک حمله نظامی هم کمتر از ریسک از بین رفتن قابلیت‌های موشکی آن است. این کارشناس اسرائیلی همچنین تجهیزات موشکی ایران را تهدید مستقیم برای اسرائیل توصیف کرد و توضیح داد که سالها استراتژی اسرائیل عمدتاً بر برنامه هسته‌ای ایران متمرکز بوده و موشک‌ها بیشتر به عنوان وسیله‌ای برای حمله کلاهک‌های هسته‌ای دیده می‌شدند. زمیت افزود: رویدادهای اخیر بار دیگر نشان داد موشک‌های بالستیک ایران می‌توانند به طور مستقیم امنیت اسرائیل را تهدید کرده و خسارات قابل توجهی ایجاد کنند و به همین دلیل در کوتاه مدت موشک‌ها تهدید فوری‌تری هستند و در بلند مدت موضوع هسته‌ای نیازمند توجه جدی است. وی با اذعان به توانایی ایران در مدیریت جنگ گفت که ایران توانایی سازگاری سریع، درس گرفتن از مراحل اولیه کارزار و تنظیم تاکتیک را نشان داده و به پرتاب موشک از سوی ایران با هدف افزایش احتمال عبور از سامانه‌های پدافند هوایی اشاره کرد. او در پایان این بخش از سخنان خود بار دیگر با تاکید بر اولویت پرداختن به برنامه موشکی ایران و با اتهام زنی درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران گفت که از زمان جنگ 12 روزه ایران به طور مستمر
قابلیت‌های موشکی خود را هم از نظر کمیت و هم کیفیت بهبود بخشیده است. گرچه پرونده هسته‌ای همچنان مهم است، اما ایران در حال حاضر اورانیوم غنی‌سازی نمی‌کند و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که قصد از سرگیری برنامه تولید سلاح هسته‌ای را داشته باشد. وزیر امور خارجه روسیه در سخنانی در 15مین کنفرانس خاورمیانه باشگاه گفتگوی بین‌المللی والدای در مسکو با بیان اینکه موضوع ایران راه حل دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز دارد تاکید کرد راه حل نظامی مسائل امنیتی هیچ کشوری را حل یا تضمین نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری تاس، لاوروف افزود: ما درک می‌کنیم که مانند مسئله فلسطین در میان برخی از طرف‌ها در این مناقشه وسوسه‌ای برای استفاده از زور و به اصطلاح نابودی مخالفان خود وجود دارد، اما این رویکرد اشتباه است. وی خاطر نشان کرد این رویکرد تنها مشکلات را انباشته می‌کند و به هیچ وجه امنیت هیچ کشوری را حل یا تضمین نمی‌کند. وزیر امور خارجه روسیه گفت: بنابراین ما در تماس مداوم با دوستان ایرانی خود و همچنین با همکاران چینی خود هستیم. وضعیت کنونی ما را نگران می‌کند و ما نگران آینده ایران هستیم. مسکو به عادی‌سازی روابط ایران و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس علاقه‌مند است. لاوروف در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد مسکو به عادی‌سازی کامل روابط بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس علاقه‌مند است. وی ادامه داد: پس از احیای روابط دیپلماتیک عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران، معتقدم پیش شرط‌های لازم برای این امر ایجاد شده است. وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت: روند اصلی در خاورمیانه همچنان تمایل به سوق دادن مسئله فلسطین به بنبستی بی‌نتیجه و ناامید کننده است. وی افزود طرح صلح ترامپ نتوانسته است از تکرار خشونت در نوار غزه جلوگیری کند و هیچ شفافیتی در مورد سایر مفاد آن وجود ندارد. لاوروف در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد مسئله کردها در سوریه و سایر کشورهای خاورمیانه یک مسئله منطقه‌ای است و شایسته توجه ویژه است. وی ادامه داد: مسئله کردها به اوج خود رسیده است و نه تنها سوریه بلکه بسیاری از کشورهای دیگر منطقه را تحت تاثیر قرار داده است و رویدادهایی که در حال حاضر پیرامون کردهای سوریه در حال وقوع است نیز شایسته بحث جداگانه است. وزیر امور خارجه روسیه در ادامه به مشکلات فراروی سوریه در زمینه حفظ وحدت بین‌قومی و هماهنگی بین ادیان اشاره کرد. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی روسیه، لاوروف درباره روند همکاری کشورها در حل مسئله منطقه‌ای نیز گفت: در حال حاضر شاهد روند همکاری بین بازیگران خارجی از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی ایران در مورد درگیری‌های یمن هستیم. ما از این امر استقبال می‌کنیم. وی ادامه داد: روسیه انتظار دارد این روند همچنین در مورد مسئله سوریه، جایی که سابقه غنی از همکاری بین روسیه، ترکیه، ایران و سایر کشورهای همسایه وجود دارد، ادامه یابد. لاوروف افزود: لیبی نیز نیاز به توجه مداوم دارد، همانطور که عراق اساساً به این موضوع نیاز دارد، زیرا عراق نیز بر پیامدهای تجاوز سال 2003 که پایه‌های دولت آن را تضعیف کرد، غلبه نکرده است. سپاس از اینکه تا پایان با ما همراه بودید.